مرد خاله من بتونم شاید بی باش دوستا سلمه خنده نکنین خواه چی رقمی میکنی را خاله؟ آنه داریم تجمت یا نه؟ ما چی ممنون میگیرن بخون سخون منم بخی نه خوبه ولی سعی که دوستای عزیز از ما دخترای جان کنی خاله بگه که ما هنر داریم این رقمی تا میتی یا ما چپت تا دادم نداده راست اینه نگین دوستا که کار بلد نیست خواه یک وقت نشین نگین که نادیه هیچ کار از روخت نمیه خواه سعی که اینه پاشم ریشی سمس خیر بگذاره اگر مثلا کلوله شد یا شما ببخشید خواه خیر دفعه دیگه باز خوب برتن پاشم میریشون این دفعه خصه این آمده خب خاله از کار روزی هستی سعی که چطور خوبش رشیدم نه؟ ها خیر بگیری خاله میگه چطور کن مجبور بگیم خوب شه دیگه شهرت چی کار منه؟ شوار میگه دنگای جمعونه آین خب از او چیزی جور میشه؟ نه دیگه روزی 50 روپیه هم کار نمونه 1000 پول خانه خود پس از کجا منی؟ خان تا دیگه گای قرص میلی گای اگر تنگ میشی گای حالا کرایه خانه دا قرص مانده؟ دیگه چی میخوری خودت که پاشم میرشی و پاشم که رسمان اگر نان خشک میروندی حالا هیچ کاریگر نداره بچه دختر چیزی؟ نه خیلی سنگم رسه نمیتونم از مجبوری آدم که مجبور بود چیز کار کردن باشه زندگی کتابی است که نویسنده ایش تو هستی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن نشرمی بارز سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما وطنان عزیز و به ویژه یک سلام گرم و خاص به ویژه کسانی که چنل یوتیوب ما را دنبال میکند انشالله که جور و صحتمند و سر حال باشین در هر گوشه دنیا که هستین ما فعلا نزد مادر قرار داریم که میبینیم مصروف کار است و هرچی صحبت بیشتر امروزشان داریم و امروزشان قسم میکنیم شاید هم امروزشان کم کار انجام بدیم مگر بلد بودیم سلام مادر جان خوب هستی؟ خوبه چطور هستی دیگه؟ دست پایت خوبه؟ خوبه خودت خوب هستی؟ خوبه دیگه هستی اونطور خواهد شکر مقصد خوب باشی چی حال داری دیگه امروز هوای سر چطوری؟ خوبه دیگه اونه یخمونه دیگه تا بگار خواهد شکر پاشم میریشی؟ فقط نمی کارم منی؟ دیگه چیم خیره چیم خیلی راست میگه این خانه از خودتانه کرایی میشینین اینجا؟ خانه ما کراییه ما 1000 ما 1000 کرایه میدی؟ کی کار مونه امروز تلفن کی بابا قمق مرا کرای خانه می بخی در قرض مانده شهرت چی کار مونه؟ شوار می اگر دنگای جمعونه آین خب از او چیزی جور میشه؟ نه دیگه روزی 50 روپیه هم کار نمونه 1000 پول خانه خود پس از کجا منی؟ خان تا دیگه گای قرص میلی گای اگر تنگ میشی گای حالا کرایه خانه دا قرص مانده؟ دیگه چی میخوری خودت که پاشم میرشی و پاشم که رسمان اگر نان خشک میروندی حالا هیچ کاریگر نداره بچه دختر چیزی؟ نه دیگه دخترها خانه خود است دیگه مرمیدیه چند دانه دختر داری؟ 2 دانه اونا هم در خانه خود عرسی کرده دیگه؟ نه عرسی کرده بچه داری نداری چه رقم؟ کی؟ تو ما 1 دانه بچه دارم که ایران قد اشتکای خود مورو پرس کرده دیگه دو جای خود ایچ شما رو ایلا که خودش رفته که زنه دیگه خودش رفته دیگه خیر خدا میربانه دیگه تو فعلا هم پاشم میرشی و خلاص دیگه خب دوستای عزیز میبینید مادرم خودش پاشم میریشه و شوهرشم فقط آیین جمعونه و هم برشان چیزی نموشه و خودشم بیبی میگه چشمم ضعیفه و مریض و مشکل دارم و چی بازم به این حالت میبینید دوستای عزیز که بازم پاشم میریشه و هم یک چیزی بر خود که یک لقمه نانی را تیار کنه و بازم آفرین مادر جان آفرین که به این حالت میتونی پاشم بریشی و چی کنی حالا کجاست شوهرت؟ حالا در آین جمع کدو یکم وقتی ضعیفه بابا بیچاره آین جمع میتونه باز؟ نه دیگه مگر روزی 50 روپیه هم کار نمونه خودتم که رقمی چشمتم کار نمیتید کسی کمک کرده بر شما تا آنازه؟ نه هیچ کس کمک نه خب ما از خاطر سراختان گفتیم باش ببینیم که شرایط زندگی شما چه رقمی و کسی برتان کمک منه و نمونه نانآور خانه داری و نداری میبینیم خودتان تو سوخت زمستان تا چطوره خاله این مال سوخت نداره هیچ آتش نمونی گانتورا روش نمی‌نی مو خانه تگرم مون بگویی اگر بابا جمعونه دخل تنیر نه بابا خانه میرچی گرمک نمیشه ایتی یخ میشه که تو خانه کلانه دیگه 2 نفر
راست میگی. هیچ کس بر تو نانم تیار نمونه و چه دیگه؟ خودم تیار مونه. یک کمک بود مخری نبود هیچ. او هم نان خشک دیگه. آره. یه چیزی نداره در خانه مواد خوراکه و این چیزا آرد و روغن و نه آرد داره نه روغن داره نه سوخت داره هیچ نداره. خب بچه تانه دوال تان نمیگیره؟ نه دیگه او ایران ندی. فقط شما دوتا خوبه رقمی زندگیشان هم که او تو خوب زندگی اون. چی بگم نمیفهمم دیگه. او وقتی که شما را علاقه در رفته دیگه اجازه نوال هم از شما نمیگیره زندگی شما هم که در رقمی اگه بومری ها نمونه دیگه داری خانه. نه خدا نکنه خاله و رقمی نگو خیره. هر کس از خود خدا داره. تو هم خدا داری فقط تکیه در خدا که خلاص دیگه. انشالله خود کسایی هست که برای شما کمک منه و دست فقیرا را میگیره دست نیازمندا را میگیره. انشالله که بر شما فقیر مالی نه کمک کنه و بر شما هر چی زودتر کمک برسانه و کمک کنه و دست شما را بگیره که از حالت شما بیرون شوین. انشالله مادر جان که با کمک دوستای ما دیگه تو هم مجبور نیستی که این سنگ بریشی و زحمت بکشی و چشمای خودتم که درست کار نمیده. بازم ببینیم حداقل ما با کمک دوستا ما فقط یک پل ارتباطی هستیم بین شما و کسایی که بخواد بر شما کمک کنه. کسایی که داره بیادرای عزیز ما خواهرای عزیز ما چی در داخل چی در خارج از کشور است اگر میخواد که بر ازی فامیل کمک کنه فقط یک پدر جان و یک مادر جان تک و تنها بچه‌شان هم که رفته ایران با زن و اولاد خود خبری از اینا هم نمیگیره و خودشان میبینین که دوستا در تصویر که سنگ میریشه و پدر جانم که خودش میره میگه آیین جمع میکنه از او هم که چیزی به دست نمیاد. وضعیت زندگیشان هم چندان خوب نیست. خانهشان هم بسیار سرده. میگه که یک ذره پلاستیک و این چیزاست که ما آتش کنیم و او هم که درست گرم نمیکنه. هر کس میخواد به این فامیل کمک کنه شما را واتساپ ما روی صفحه ظاهر میشه. میتونید که از این طریق با ما به تماس شین. با همکاری شما دوستان عزیز با کمک شما مردم خیرخواه دست از این فامیل بگیرین و از اینا را از این بدبختی و ناچاری و تنگ دستی نجات بدین که دیگه مادر جانم نشه که این سنگ برشه با این حالت خراب و وضعیت. پدر جانم نشه که برده این هوای سرد آیین جمع کنه و چی گفتنی داره بر کسایی که بخوای کمک کنه؟ نه داره گفتنی دیگه تیر بو این یک دو دختر در دیر که در خانه خود کم وقت و هم روزگار نداره. امی بیادرای ما که بخوای به تو کمک کنه با اونا چی گفتنی داری؟ کسایی که بخوای بر تو کمک کنه چی میخوایشان چی خواسته داری از مردم که داره برای شما بخوای کمک کنه؟ کمک کنه دیگه یه وارد روغن انترا چای و بوره و زیساخت و انشالله که هر کس بخواه بر شما کمک کنه خدا دو چند برش کمک کنه. هر کس برای شما یک قرانه اگر کمک میکنه خدا بر از 2000 قران در سرمایش بندازه. دوستای عزیز میبینه شرایط از فامیلم که چه رقم پسرشانم که رفته ایران و خودشانم که تک تنها اینجا مانده و چیزی هم برای خوردن و مصرف کردن نداره. خو انشالله که کمک کنه. مادر جانم میگه چشمم نمیبینه و امی کار پاشم ریشی و این چیزا رو میکنه. خب باش ببینیم که زندگی آخر سرتش لکجا میرسه. ما با کمک شما دوستای عزیز بتانیم که در این سهم خیر ما هم یکم شریک باشیم و زحمت خود اضافه میکشیم و بریم راه دشوار را پیش سر میگذرانیم و فامیلا رو پیدا میکنیم که واقعیتی نیاز به کمک داشته باشن و انشالله که خدا از همگی که بخواد به این نیازمندان کمک کنه در این فصل زمستان در این سردی و خدا همراهشان کمک. مرد خاله ما بتونم شاید باش دوستا سلمه خنده نکنین خواه چی رقمی میکنی را خاله؟ آنه داریم تجمت یا نه؟ با چیم هم نمیگیرن بخون سخون منم بخی نه خوبه ولی سعی که دوستای عزیز از ما دخترای جان کنی خاله بگه که ما هنر داریم. این رقمی تا میتی یا ما چپت تا دادم؟ نداده راست اینه نگین دوستا که کار بلد نیست خواه یک وقت نشین نگین که نادیه هیچ کار از روخت نمیه خواه سعی که اینه پاشم ریشی سمسه خیر اگر مثلا کلوله شد یا شما ببخشید خواه خیر دفعه دیگه باز خوب برتن پاشم میریشم این دفعه خود این آمده. خب خاله از کار راضی هستی سعی که چطور خوبش رشیدم نه؟ ها خیلی دیگه خاله هم بگه چطور کن مجبور بگیم خوب شه دیگه. خب دوستای عزیز بازم خنده نکنید خب که نادیه چه رقم پاشم رشیده نه خوبش رشیدیم سعی کنین خیلی خوبش. خب بازم دوستای عزیز از تمام شما بیننده های عزیز که ما را از چینل یوتیوب لبخند بینوان بیننده هستین انشالله که جور و صحتمند باشین تا برنامه دیگر باز هم من نادیه رضایی با یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان عزیز قرار می انشالله که جور و صحتمند باشین. خدا یار نگهدارتان تا برنامه بعد.